پارات نظام با مارش تانتنوی مارش. تاجیکستان زنده بادا روز استقلال تو، خوشدلی و خرمی آید به استقبال تو، با حلاوت با سعادت روز بینی کشورم، پاک بادا از مصیبت نامه اعمال تو. امروزها با روحی تعیین نموده ارتش ملی نظر کرده با باوری میتوان گفت که آن دوره تکامل خویش را به پررگی پسی سر نموده قادر است که دستاوردهای استقلالیت را همه جانبه حفظ نماید. ذکر کردن به مورد است که در حدود شهرمان یک قسم نظامی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان 3 دیدبانگاه قسمهای سرحدی و 2 گذرگاه‌های نظارتی جای گیرند که حمایه این مرز و بوم و امنیت ما و شما به عهده سربازان قسمهای حربی واگذار کرده شده است. قسم نظامی 94080 شهرمان جزء از قسمهای نظامی کشور بوده توفیل اندیشیدن چاره‌های سری وقتی، بهر بلند برداشتن مهارت جنگی سربازان و افسران، رعایت انتظام نظامی و در روحیه وطن دوستی و وطن پرستی و در راه صداقت و ارزش‌های عالی کشور تربیت نمودن حیات شخصی با یکی از جزء اتم‌های نمونوی تبدیل یافته است. به حفظ تو سپر منم، به رغم بدگوهر منم، به پیکر توان تو سپر منم، سپر منم. جمهوری تاجیکستان ادامه داده ایستادند. امروز قشن‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در قطار دیگر مقامات قدرتی از نهادهای نیرومند به شمار رفته دارای تکنیک‌های زمان معاصرند. جزء تانهایش با کادرهای صاحب معلومات و صاحب تجربه کسبی مکمل گردیده است. در مدت بیش از 30 سال فعالیت مرزبانی و دستاوردهای نظررس نایل گردیده در تامین امنیت ملی، استواری استقلالیت و پایداری دولت نقشی نظررس می‌گذارد. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر کانیبادام پرد حربی را ادامه می‌دهند. شعبه وزارت در شهر کانیبادام از زمان تأسیس یابی‌اش که به آخر سال 1918 راست می‌آید تا امروز وظیفه‌های به عهده‌اش واگذار گردیده تأمین با اعتماد ترتیبات جمعیتی، امنیت شهروندان و مبارزه به امان با جنایتکاری را سربلندانه و ونامه عالی حسی وطن دوستی، صداقت به سوگند، پیشه انتخاب نموده و متانت و استواری به جا آورده ایستادند. از نزد منبر اداره افسران و سربازان ذخیره‌های سفربری، سابقه‌داران، جنگاوران بین‌الملل، ساخت کنستیتوسیونی و اشتراکداران برطرف‌کنی صدمه نیروگاه برقی اتمی چرنوبیل گذشته ایستادند. باید قید نمود که سهم آنها در تربیت حربی وطن دوستانه جوانان و نورسان بسا کلان بوده. آنها همچون شخصان جنگ دیده و کارآزموده برای ثبات جامعه و محیط سازگار جمعیتی و سیاسی تلاش می‌نمایند. نقش بانوان نظامی در ارتش ملی جمهوری تاجیکستان بسا بزرگ و نظررس است. در هر یک ردیفی که در ساحه نظامی فعالیت بانوان هست پیشرفته و نظررس ارزیابی می شود. در شهر ما نیز صف بانوانی که به ساحه نظامی پیوسته اند بسا بزرگ به نظر می رسد و البته سهم آنها در رشد قوه های مسلح جمهوری تاجیکستان پیشبرد همین ساحه بسا مهم نظررس ارزیابی می شود.
از فراز قله اقبال ما میدمد خورشید استقلال ما از جبین پرنشاط خلق ما میتراود نور استقلال ما تاجیکستان کشوری نور و نوا، نوری سرود و نور ساز، کشوری نور آفرین و نور بخش و نور ساز، کشوری که پند و اندرزش وطن چون جوشن است، کشوری که از نور حکمت نور معنی روشن است. روشن است که امروز تروریسم بین المللی قاچاق مواد نشه‌آور و فروش اسلحه نظامی با پروبلم‌های گلوبالی جهان معاصر تبدیل یافتند. این خطرها هر یک سرباز کشور را برای حمایت سرحد دولتی کشور مسئول می‌نماید. ضرور است که هر یک وجب زمین وطن را چون گوهرکی چشم نگاه داشته برای برطرف نمودن همه گونه تهدید آماده باشند. مرزبانان تاجیک امروز با مهارت و ملکه کسبی خویش این باری مسئولیت را به دوش گرفته از عهده وظیفه‌های خویش سربلندانه میبرایند. پاسبانی هر در و هر آستان ماییم، پاسبانی سرزمین باستان ماییم، از مکان و خاندان راستان ماییم، رستمی آوازدار داستان ماییم. برایت ای وطن جانم فدا باد، دلم گهواره صدق و صفا باد، بروبم جاده مهرت و مشکان، هر امرت بهر من امر خدا باد. ای وطن، ای کشوری آزادم، من ز مادر بهر حفظت زادم، تا که باشم همدم و همراز تو گشتم مادر وطن سرباز تو. از دوران کهن تا امروز نیروهای مرزبان از نخستین ها می باشند که به خاطر امنیت دولت و شهروندانش با ویران کنندگان مرز گروه های متشکل جنایتکار قاچاقبران جان خود را به خطر می گذارند و سپری با اعتماد وطن مادر می گردند. در سالهای صاحب استقلالی نزد خدمتچیان حربی از عسکر قطاری تا افسر بلندرتبه وظیفه‌های جدی و مسئولیتناک می‌ایستد. وضع امروزه منطقه و جهان و وابسته به آن تامین امنیت ملی، تمامیت ارضی و حفظ منفعت‌های کشور صاحب اختیار از هر یک خدمتچیان ما زیرکی و هوشیاری، آماده‌باشی جنگی و دانش و ملکه حرفه‌ای را تقاضا می‌کند. جا توانا شد توانا، تاجیک ما را مبارک باد. زینب تقدیر در گهواره ما پرورد طفله که گردد مرد فردا، تاجیک ما را مبارک باد. ارتش ملی ما بختاور است، پاسبانی مرز پاکی کشور است، پاسبانی خاک اجدادان ما، تاجیکستان بهارستان ما. قسم بنامد ای وطن که بهر من یگانه ای، ردیف نام مادرم نکوترین ترانه ای. با شرافت 30 سال استقلال دولتی، ارتش ملی جمهوری تاجیکستان، قوه های مسلح جمهوری تاجیکستان صف خویش را از حساب جوان
نور چشم و نگهی ما وطن است، سمت جاویدی روحی ما وطن است. وطن آغاز حیاتی من و تو، نیست انجامگهی ما وطن است. وطن مادر به تو، مادر به وی، مادر به من باشد. برای آدمی یکتا خدا، یکتا زمین، یکتا وطن باشد. وطن آبادی و آزادی ما، بزم دل جمعی و دل شادی ما. وطن این هستی من، هستی تو، بره بخت و شرف هادی ما. شان و شرف به تاجیکستان عزیز و دوران صاحب استقلال وطن. تکنیک‌های زیر پوش جنگی نزدیک می‌شوند. ماشین‌های حربی و تکنیک‌های زیر پوش جنگی واسطه‌های اساسی ارتش ملی به حساب رفته، قدرت و توانایی قوه‌های مسلح را افزون می‌گرداند. جوانان تنومند، نظامیان شجاع و دلیر ما در اداره کنی چنین تکنیک‌های جنگی تجربه فراوان داشته، طریق مشق‌های حربی توانایی خود را صیقل می‌دهند. ما ز نسل آریان، ما ز قوم رستمیم، در دفاع این وطن یک دل ما با همیم. نور چشم و نگه ما وطن است، سمت جاوید ره ما وطن است. وطن آغاز حیات من و تو، نیز انجامگه ما وطن است. چیست استقلالیت؟ سربلندی و سرافرازی و جان، قدر خود بشناختن تا جاویدان. قصر بنیاد سعادتمندی است، نخل شیرین میوه پیوندی است. چیست استقلالیت؟ بر وطن گم کردگان آگاهی است، شه ستون بخت و تخت شاهی است. عبرت از مهر آب و ماهی است، در وطن داری محبت خواهی است. با وطن ما همه یک جان و تنیم. وطنم من، وطنی تو، همه ما وطنیم. ای جوانان وطن، بر درمان وطن، پر به گردون وا کنید از پشت فرمان وطن. با شما هست آستان و آسمان در نور غرق. ای جوانان وطن، جان وطن، جان وطن. زینه و روح بزرگی در
میدانی میهن میگشته جا توانا شد توانا تاجیکی ما را مبارک باد زینه و تقدیر در گهواره ما پرورد طفلی که گردد مردی فردا تاجیکی ما را مبارک باد احیا تاجیکی ما را مبارک باد فرح شد جان به دلها تاجیکی ما را مبارک باد صدای بولی استقلال گردون را تهی پر کرد وطن شد دست بالله تاجیکی ما را مبارک باد